کجا رفتی دیگه لا؟ مادر من گفتم برو که امروز نون پخته داریم. انا گندمم چیز کو یک تنور بیشتر نشده. خب انا قلبر همسایه بستو که گندمار کن قلبر کنیم ببری به سیاه. یا تو ببرم به سیاه ببرم. خوب کار کردی. امروز یک تنور میشه. خیره بابا گندم باردام و یک تنور میشه. میفهم بابا گندم پاک میکنم میبرم به سیاه کارت شه. اینا میگن قلبر کنه. از کی سنی؟ این بخیال من پوست خاره. از کی بسنی؟ کی؟ یا کدام سوی سنی جناب قلبر؟ یا مدل لیلی ما. خوب قلبر جمال. قلبر بابا از می بخریم یکی. میگم بخریم خوب. بابا. دل میگه سوخ با مادر. چرا؟ باشه دست سوخ. بانول یک سبدار دانه دیستی کو کتی یک کیلو گاب میکنه. مادر میگه من گو گیلا گفتم گو مادر جو. آن به سر تنورم. تو با چاشت نون پخته میکنم. خوب. همین چاشت. خوب. اگه کاسه دوغی دیشتی که خودم این نونا گرم خونگی. خوب. بخوردی. خوب. چقدر کیفیت داشت. هرچی به پیار تو میگم پیار گیلا یک گاوی بخریم. که حداقل همین شیر و ماست بده که ما همین کاسه ما سر سفره ما خشک نباشه خیلی نباشه. شما بابا یک کاری نمیکنی چه کار میشه پیار منین شما هستن چرا نیم خب هستن چی آیا دل شما بجو نمیسوخه نمیگین که همین بجو یک گاوی بخری چه کار میشه بابا همه مردم غریه دوغ داره ما نداریم یک گاوی که همالی بستین یک لگی پی قیمت کنیم خود چه کار میشه بابا من یک لگی پی دشتشو میرم بخواه یک چوکی یک زمینی بخواه مثلا که روی آیداد کنه از این گاوی به من چی آیداده بابا سر سفره سر سفره هم فکر کنی سر سفره ها حالی همه گاوه بزیده در هر سرای بری با تو پیاله دوغی میره چی خوبه کردم در کدو چرا در هر سرایی که بری هم یک همسایه همه گاوی داره خب به یک پیاله دوغ میشه بابا ها یک پیاله دوغ میگیم یک پیاله دوغ میده پیاله دوغ یعنی کاسه دوغه آها کاسه دوغ میده گاوی ما چیکار کنیم ما میشه هشته نمیشه تو امروز چاشم بشکی وردا برو در سرا سگو یک بشکی 3 کیلو تو دوغ میکنی میاری یا نمیاری برو ما ها بابا من قلبه ببره دست مادر میبرو سکو یک بشکی دوغ که بستین ود نیکو تر رو که بخوری نه دیگه خوناخ برو دیگه برو خوناخ شه برو بده دیدی با کجا برو خب برو بشکی وردا برو دوغ بستو از می اقام سایو بشکه باشه برون بابا اول میشه نداشته باشم میشه ندم با بشکه بعده خب برو بعد تو سه کمرتگه میگه اینا بیام هنوزه امتحان نکردن که ما دوغ میدیم اینا به خود فخر ظرف میدم دوغ میدم میتن یک ندن دیگه برو کار من قلبه رو میبرم که گندم پاک کنم در هر سرای تک تک کنم میدم هر سرای تک تک کنم تو کاسه دوغ میده برو میگو بعد دوغل با تر رو نشمی نه بابا قلبه مرتگه نشکنه که مدر نمیش کنم برو خود نیاد دارم گردن ما بعد بار بشه تا بیامدم من گفتم گلگی از تو بیشتر مهم است میگو خود نیاد دارم قدر کردم گندمه بعد دست نمیمه چگونه نمیفهمی برو کاش که ما گاوی داشتی که بیدن نمی آمده نگاه گدایی نمی کردم پیار خو میگم گاوی بخر میگه برو بخو از دو خواه عمله جمع گیلک جان اشتنی جانجور اول خدا بی خیریت بیار هستی جانجوره چی عجب که تو در سر ما با چاش تلقلقه چه کاره برو گب مپی شده حلقه گوله ما و مادر من بیبی خوش کرد حلقه گلو شما خوش که چای بخورین که حلقه گلو شما تازه شه حالا چه گریه میکنی؟ من گریه میگیره گریه نکو این مردم محله گوی دارم من بیار خود میگم بابا یک گوی بخورید کمی شیر بده ما خود دوخ بخورید نون مدرمه میگه نگاه نون خوش میاره
میخوریم یک چکه دوغ نداریم دل با گر میزنه بخواه یک پیاله دوغ پولم نداره ما بریم از شهر ما خود ماست بخریم بیاره دوغ کنیم بیاره اگه بگم تا برو دم خونه گدهی کن خدا نکنه بگو ما غریبی بگو ما دوغ نداره ما غریبی یک چکه دوغی ما بده به خاطر دوغ گریه میکنی آخه گفت بینی گیر لگ آخه ما همسایه ایم هر دمه که دوغ می بیا از پیش ما دوغ ببر ما بولا نکن خوردی داریم میشناسم عباس بدم میگه بابا یک گای بخریم ما خورکان خوردی داریم دوغ نداره به سر سفره خود ما دل ما گر میزنه آخر دوغ ایتا باور میکنی ما خود مال امی امروز چاش دی نون دوغ میخوریم خیلی خوب چیزیه دوغ باشه ما برو سکنم به خونه دوغ باشه و تو میارم گیلک نه باشه و تو میخرم خیلی دل ما به تو خیلی بسخ بسختک دل من گیلک جو دوغ دل من به چیه؟ تو بسختک دوغ چیه گیلک ما یک چکه دوغ نداره ببینیم پیار میگه ما غریبیم نداریم خوش شکم به غریبی سعی میکنه بیاره گیلک به تو نگفتم که ما هم نون دوغ میخوریم باور کن از این پیش مادر خوردشتم بیاردم اینا که مادر شما میخورم خیره با ما مدام هسته هر دو تا اینا بگو یک تکه نمک انداخته چی نه همه چیز هسته ببر به خونه خو به خونه ببر که پیار تو مادر تو هم بخوره عباس هم میگردم میگه دوغ خوبه خب من بارجان آوردم خب امیتا ببر دیگه بدیدم که بارجا نداری دیگه ببر کاسه هم با نشکنه بیاری خب نمیشکنه خیر بید ببری به خونه نکه با ترا بخوری خب خوبه هر دم دوغ به کار داشتی بیا در میسرام خدا و از هر چی بود و خدمت هر روز بیام هر دم که دوغ می هر روز بیا و تو میتونی دو کاسه دوغ میده بی بارجا بیام نه از این بعد که میای بوشکی به خوب بیار خوبه. خب خوبه راست میگه بیچاره واقعا سخته واقعا سخته بیچاره یک چکی دوغ مسر نمیشه بزینه بینی پیار من خیلی خوب عقل کمالی به ما یاد کن خیلی خوشحال خیریت جو بخیر جلال شرف الدین شکر الحمدلله خوشحاله خوبه شکر الحمدلله این چاخ شد لغلغه و این موقع تک تک کدن تو چه گریه میکنی؟ بابا سر سورم به پیار بگم یک کمی بابا بخره نمیخره دوغ نداره گریه نمو گلک جو گریه نکن گناه داره شکر خود هم دو قدم گریه میکنه مولار میگفتم برو به پیش مولار شرف الدین بگو یک کاسه یک دوغی به بابا قرض بده هر روز خدا با ما گوی داد اکبر دوغا قرض شما میاره نانا مندازی میاره گریه نکن گلک جو گریه نکن این کلبه غریبی این دان سرام هر ساعتی میه یک رو تا ساعت دومی گو داد خدا من خیر داره برکت داره که همسایه هم فیض میده گریه نکن غم نداره راجع می گو مگو بابا ما نشو دختری نسو با پاچایا دختری نیم چای نمیشه گریه نکن اگه راجع می گو یک گوه داریم می تعلقی هستم هر ساعت مثل برای شیر دوغ راجع بیا ما به تو شیر دوغ میدم مثلا کن اگه بخونه دوغ میدم به تو دوغ بیارم بارجا نوردم بارجا نوردی نه. مثلا کن بارجا تا بارجا میره تا بارجا کنیم میارم گریه نکن راجع گریه نکن خوبه
خیر بینم او گریه نکن میارم گلک جو آن مینا کمک بود براش بیاوردن از اون کوین نانو انداختن ولی چاش خود پدیار کردی بینم یخ من تا یخ قدش نمیده خب خیر بینم همینو براش هر روز که مستی بیا و برا پدی دو قدن گریه نمیکنه نه خیر بینم خیلی بی دست درد نکنه باجو نمیشه خب میشه کمی هست دیگه بابا کاسی میشه آقا کاسی میشه خوب بریزه از اون تیره خب من از اون با تیره خورده با میارم بابا سال طرف بیا گریه نکنه باجو خیلی بی هر ساعت میبیا دو از بدن که شما گفتی گریه نکن چوب کردم باشه آدم خالی دو خو گریه نمیکنه دیگه همسایه داری برای چی بدد نه دلم شکم میسوزه غم نداره دلم شکم سعید هرچ نگاه کنه دلم شکم میسوزه دوغ ندیدم نه باشه روز خدا خیر ماما سال تو با بیاری اگه با بلا شیرم بیام میدی شیرم بیا هر ساعت شیر و مصوم بیا اورا خوبه خیر بینم با بیاری سال تو خوب نمو ای بله سلام پیامدی نگفتم دیگه نگفتم تو دوغ میدم تو میگه چه کار فلانه بابا آن امروز چاش شدم میشه نماشم برام میشه دو سرا میگم دیگه دو سرا تو میگی گوی بسم حالا یک لگی ولی گوی بودم در سرا شرف الدین هم میچاره براتون کمی بشکه تا میگه برختک ایوای خیلی اور براتون در سرا قوس الدین خان نانام بندختم نه ها تیار کرده تو پرش امشب برام میشه امروز چاش شدم میشه کجا میریم بابا من میرم که کمک خاکی بیارم واسه تنور گل کنم که مادرتون میگه که تنور خیلی بشریده راست میگه بریم بابا برو بابا با در دیگه سرام برم دیگه امروز دیگه نه دیگه با سلو چاش برو دیگه هر روز برم هر روز برو خوب بریم بابا از این دو کاسه نگفتم که در از اون دو کاسه دوغ داده اینا رو پاک بزدم با بدن کم از اینا باشه ممکنه ما اگه با دوغ چودی وقت ببینه با سختی میکنه اینا در یخچال آوردن نمه نشنوه دو کاسه میجوگه یاری 4 کیلو میشد میفهمی که 27 سال میشه شکم دوغ ندیده سخر بار از اون گلنه به من باشه اگه بگه به کجا میدی نانم یه خاصیت گنده داره که باز اینا به خود کمی نگاه میداره میگه باشه اینا میگذاره مفتوح که توریش سرخور بشیرم نه ما که رودام سرخور نشوشته رودا تو نه که سرخور نشوشت به دوغ رودا پیالم سرخور به دوغ نشوشت رودا عباس نشوشته دیگه تو نه ما اینا نگاه میداره به تا سر کخصده خو میریزی دل شبشار تازه میکنی دل من گوشته اضاف کرده مادر گیلا بله تنور سرخ نشده نه امور آتش کنین که تا سرخ شده که
بابا سوختلانه دی چی میفهم که سرخ میشه شلت سرخ میشه ای کمی دیگه هم آتش کنین سرخ میشه دیگه. اوه بیلو بو سوختون خاطر من خمینا رو زواله کنم شما آتش کنین که تنور نموره دیگه. خب برو دیگه آتی زواله خب برو من همینا رو زواله کنم میارم تا تنور هم سرخ شه.